و من نمیتوانم در اینجا از این موضوع و تراشی بزرگ سخن نگویم. فقر و بیکاری حاکم در جامعه ماست. امروزه مشکل بیکاری به عنوان مهمترین مشکل مردم هرچند در یک واجه شده اما رفع آن راه حل دارد و باید مسئولین امر به دنبال راه حل‌های این مسئله و موضوع بزرگ باشند و جهت حل این مسئله و با بازگذاشتن عرصه بر جوانان از تدبیر و راهکارهای آنها نیز استفاده نمایند، چرا که در اثر بیکاری جوانان فقر در جامعه حاکم گردیده و به گفته ارسطو فقر قبله انقلاب و جنایت است و بهترین دموکراسی و عدالت ریشه‌کنی فقر. این مسئله در صورت عدم توجه معضلات بزرگ اجتماعی و ناهنجاری‌های بسیاری در جامعه به وجود خواهد آمد. البته استاد ما از موقعیت‌های بسیار خوب و مناسبی برای رفع بیکاری جوانان برخوردار است و دارای استعدادها و ظرفیت‌های فراوانی میباشد که دوستان اشاراتی به آنها داشتند. یکی از آنها که میتواند از آن به عنوان فرصت استفاده کرد مرز میباشد. تصمیمات مقطعی و متغیر در خصوص نحوه برخورد با مسائل مردی و ورود و خروج کالا از مردها همواره قابل بحث بوده که البته اگر تصمیم گرفته شود که مردها کنترل شدید شوند و از ورود و خروج کالا جلوگیری شود آیا مشکلات جانبی آن بررسی شده است. دولت باید حداقل زندگی و حتی درآمد زیرکف فقر را برای جوانان بیکار و مردم تأمین کند، بعد مرز را ببندد. آیا فکر شده است با بیکاران با آمار بالای آن چه باید کرد؟ آیا تصمیم گیرندگان هیچ فکر آن را کردند اگر این بیکاران را نتوانند در شهر و محل سکونت خودشان ایجاد کار و تأمین معاش نمایند، باید به استانهای دیگر و کشورهای دیگر بروند و علاوه بر بسیاری از طبقات دیگر ماهها و شاید سالها دور از زن و بچه خود کار کنند. آیا فکر کردند که اگر اعتقادات و تعصبات دینی و مذهبی و فرهنگی که دارند نمی‌کنند احتمال هر گونه فساد برای فرزندان بدون سرپرست یا خدای ناکرده انحرافات برای خانواده‌ها پیش می‌آمد. باید توجه داشت که مسائل بیکاری و مردیت مرد بسیاری از مسائل دیگر را ایجاد می‌کند. از جمله آیا نباید تصور کرد دشمن نباید تصور کرد شخص بیکار و گرسنه ممکن است حتی به دامان دشمن هم برود. اینها واقعیاتی است که نادیده گرفتن آنها بحران‌زا خواهد بود و در نهایت اصلاح و جبران آن غیر ممکن. مسئله دیگر بیکارگیری و عادلانه از افراد متخصص و کارشناس و فارغ التحصیل دانشگاه میباشد که متاسفانه بخش عظیمی از بیکاران جامعه ما را فارغ التحصیلان دانشگاه و تحصیل کردگان تشکیل میدهند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک جوان 19 ساله را به فرماندهی سپاه اسلام برگزید، اما حالا وقتی بحث جوانان مطرح میشود میگوید آنها تجربه ندارند. برای آقایان که 28 سال پیش سر کار آمدند چند سال تجربه مدیریت داشتند. البته ما نمیگوییم جوانان بی تجربه، بلکه افراد تحصیل کرده و مجربی که جوان باشند فراوان داریم و مشکلات جوانان ما در صورتی حل میشوند که خودشان عهدهدار مسئولیت شوند که مطمئن هستیم اگر عبادت و خداوند و برابری به درستی رعایت شود بسیاری از آنها جلب به کار خواهند شد و جامعه میتواند از تخصص و عملشان بهره‌مند گردد. و خواست ما از اجرای عبادت باید تعبیر و تفسیر ما آن است که در جامعه هر کس در جای خودش در جایی که صلاحیت و شایستگی آن را دارد قرار گیرد. هیچ کس تلاش نکند تا جایی را که در صلاحیت وی نیست اشغال نماید و این خواسته ما حتما باید برای کسانی گران و سخت تمام میشود و قابل تأمل نخواهد بود که جای دیگران را گرفته باشند. البته مدیریت‌ها و مسئولیت‌ها در کشور ما ارث پدری هیچ کس هم نیستند که بخواهند آنگونه که خود می‌خواهند با استفاده از ابزاری از دین و مذهب و قومیت در یک و مملکت بسازند و به ملت حکومت نمایند. تازه همین موقع بسیاری یادشان می‌آید که تشیع هستند و عده‌ای دیگر یادشان می‌آید که تسنن هستند و قومیت‌ها نیز به همین شکل مطرح می‌گردند. در حالی که دین اسلام و بخصوص مذاهب تشیع و تسنن هر در برخی افرادگری‌های یک عده که به نام مذهب به دنبال پست بدون دلیل گرفتن صلاحیت و شایستگی هستند مبرر میباشند. ما معتقد بر آموزه‌های دینی و اسلامی هستیم که به ما می‌آموزد که در تعیین سرنوشت خود دخالت کنیم. خداوند عنصر اراده، آگاهی، آزادی، انتخاب و اختیار را در وجودمان نهاده است و هیچ کس بنابر هیچ مصلحتی تفیض را تحمل نمی‌کند و ما به عنوان جوانان که مقتضای سنی ما ایجاد می‌کند تحت تاثیر هیچ فرد و گروهی هم قرار نخواهیم گرفت، اما صادقانه و شفاف این مسائل را مطرح می‌کنیم که مشکل اساسی مردم ما عدم اجرای صحیح عدالت در جامعه است. وقتی قرآن کریم به ما دستور می‌دهد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یعنی باید اول عدالت ایجاد شود بعد احسان.
اگر ارادت باشد شاید دیگر چندان نیازی به جشن نیکوکاری نداشته باشیم و البته قبل از ارادت اقتصادی باید ارادت سیاسی هم حل شود. یعنی هر کس در آن لیاقت خود باید سر جایش قرار بگیرد و هیچ کس باید چنین آفرینی که هر کس خود را برتر از دیگری بداند دنبال مسئولیتها نباید باشد. باید مسئولین ما نگاهشان به حکومت نگاه به تهمه لذیذ و چرب‌ونرد نباشد، بلکه حکومت را امانتی از سوی همه مردم بدانند، امانتی که صاحبانش همه ساکنین حوزه مسئولیت آن مسئول هستند بدون درنظر گرفتن زبان و قومیت و مذهب و جنسیت. البته مردم هم باید بر اساس آموزه امر بالمعروف و نهی از منکر یقه همه مسئولانی را که شعار میدهند و عمل نمیکنند باز هم بدون درنظر گرفتن قومیت و مذهب بگیرند، چرا که چنین ملتی و چنین مردمی زنده هستند و جامعه اسلامی یعنی همین که ضعیفترین افراد جامعه میتوانند حق خود را از آزادترین مقامات استیفا کنند. افتخار ما آن است که اسلام برتر از همه مفاسد دنیاست و البته به شرط آنکه ما عامل به چنین مفاهیم و فراهم کننده زمینه تحقق آنها باشیم. آری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که بر اساس آیات قرآن مبعوث شده است که تمامی غرب و زنجیرهای استبداد را از پای بشریت باز کند و آزادی را برایشان در نظر آورد، آزادی که خلیفه چهارم اسلام می‌فرماید انسان برده دیگری نباشد خداوند را آزاد نماید. پس بنابراین دولت‌ها کاری نیستند که بخواهند به انسان آزادی بدهند. البته مدل دولت‌های اسلامی این است که موانع آزادی از مقابل بشریت بردارند، کما اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای تحقق حقوق بشر آمده است. پیامبر خدا در پایان عمر خود به میان مردم میآید و میگوید ای مردم من میخواهم در حال خدا را ملاقات کنم که دینی شما به گردن من نباشد. پس هر کس حقی دارد اگر حقی از من بر گردن کسی باقی مانده است باز ستاند. در کجای دنیا و در کدام دموکراسی چنین اجازه‌ای داده می‌شود؟ چرا ما مدعی هستیم که در سیستم سیاسی اسلام این مکتب مردم شادی است که ضعیف‌ترین فرد جامعه می‌تواند حتی از رهبری جامعه سوال و حقوق خودش را استیفا کند. این حقوق بشر است. این مکتب آزادی است که حضرت علی رضی الله عنه در شنیدن خبر تعرض به یک ابدیت و دزدیدن خلقات از پای زن یهودی می‌فرماید اگر کسی از این خبر بگیرد رواست. این از شرایط حقوق انسان‌ها. در اینجا می‌فهمیم که هر حکومتی اگر بخواهد دینی باشد باید عدالت داشته باشد، یعنی هر چی حکومت دینی‌تر باشد باید عدالت در آن بیشتر باشد و هر چی عدالت بیشتر شود یعنی از دین فاصله و دومین که در شواهد اتحاد داشته باشد. مکتب یادبخش اسلام در زمینه شایسته‌سالاری الگوی عملی دارد، زیرا شخصیت برجسته‌ای مثل ابوذر غفاری خدمت رسول اکرم می‌آید و می‌گوید آیا مرا در خود و مقامی به کار نمی‌گیری؟ پیامبر می‌فرماید ابوذر تو خیلی آدم شریفی هستی ولی برای مسئولیت ضعیف هستی. وقتی قرار باشد مسئولیت‌ها بر اساس شایستگی شکل بگیرد حتی باید از ابوذرها هم گذشت، چون فقط حقوق و خیال اصلی جامعه از همه اشخاص مهمتر است. آری پیامبر اکرم این گونه عمل می‌کرد. برخی افراد اصل امر بالمعروف و نهی از منکر را تنزل دادند در اینکه آقا پسری آستین کوتاه پوشیده است و باید الزاما به او تفکر داده شود و با این دید اهمیت و عظمت این اصل را پایین آوردند، در حالی که مفهوم واقعی این است آن است که ضعیفترین فرد جامعه بتواند جلوی قدرتمندترین فرد اجتماعی در حقوق انتخاب کند. امر بالمعروف و نهی از منکر یعنی اینکه در مسائل سیاسی، اقتصادی، اداری و غیره مردم یک مملکت بتوانند همه اجزای حکومت را به نفع بکشند و آنان را پاسخگو کنند، زیرا در جامعه اسلامی هیچ کس مسئول از وزارت جمعی و پاسخگویی نیست و مردم باید از همه زمانداران جامعه بتوانند به راحتی انتخاب کنند. حضرت علی رضی الله عنه در بحث حقوق متقابل مردم و حکومت می‌فرماید وقتی با من حرف می‌زنید به راحتی سخن خود را بگویید و نه آنطوری که با جباران حرف می‌زنید. به عبارت دیگر به جای اینکه به نقطه زبان می‌افتید و دستانتان بدرزد راحت خواهید مرا وصیت کنید. ایشان نمی‌فرماید حق انتقاد کردن حق مردم است، بلکه می‌فرماید حق من بر گردن شما این است که راحت از من انتقاد کنید. این آزادی بیان در اسلام است. جالب در اینجا در بحث پایبندی به وعده‌هایی که به مردم داده می‌شود این سخن گویید. خداوند در قرآن می‌فرماید که به پیمان وفا کنید که از پیمان می‌پرسند، اما متأسفانه به خصوص در ایام انتخابات‌ها شاهد بیان وعده‌های فراوانی هستیم که در زمان مسئولیت افراد متأسفانه حتی درصدی از آنها عملی نمی‌شود، در حالی که وعده دهندگان باید هم در مقابل مردم و هم در مقابل خداوند پاسخگو باشند و در صورت ناتوانی هم در مقابل مردم و هم در مقابل خداوند کار ضرور خواهد شد.
مسئله دیگری که مردم را آزرده خاطر شده است عدم پاسخگویی مسئولین به مردم است که در این رابطه مسئولین انتخابی باید بیشتر از مسئولین انتخابی توجه داشته باشند، چرا که نباید مسئولین میان خود و مردم و نیازهای آنان مواظب و مانعی قرار دهند. اما در پایان هرچه که دوستان هدف و نوع فعالیت انجمن را تشریح کردند، اما نیاز به خاطر آگاهی بسیاری که ناآگاهانه قضاوت میکنند و حرف میزنند و سعی میکنند از جمعهای مدنی و تشکلهای مردمی به ضد و گمان خود بهره‌برداری کنند باید بگویم اگر ما این حرفها را میزنیم به خاطر آن است که یکی از اهداف بزرگ انجمن جوانان صدای عبادت اقدام تأسیس تاکنون و انشاءالله در آینده گام نهادن در جهت نهادینه نمودن فرهنگ پرسشگری در جامعه میباشد که بنابراین 5 همایش مستمر و بدون وقفه در هر سال تحت عنوان جوانان پرسشگر مسئولین پاسخگو در راستای تحقق همین امر بوده است، چرا که معتقدیم در جامعه باید پرسشگری وجود داشته باشد و ما آشامده هر گونه تنفر قومی و مذهبی را دفع میکنیم و افزایش بردباری را سربشت و بیشتر مسالمت‌آمیز در کنار تمامی ساکنین استان قرار دادیم و راه ما راه مدنیت همراه با عقلانیت و معنویت است و اعلام میکنیم که هر هدفی غیرقین با مرام و مستقیم و سازگار نیست و تاکنون که 6 سال از فعالیت ما میگذرد بر همین مبنا و با همین هدف فعالیت کردهایم و ما به دنبال حل مسائل جامعه خود از راههای مدنی و گفتگو و نقد سازنده همراه با راهکار هستیم و هیچ تفکر و قدرتی حتی با اتکاب هیچ قدرتی با اتکاب خداوند هرگز نخواهد توانست ما را از مسیر درست و پذیرفته شده مردمی خارج نماید. و السلام علیکم و رحمت الله.